In this video, I'm going to build a hidden gaming room. سلام، خوش اومدید به یه ویدیو جدید و خفن دیگه از چنل علی ایکس پی. در این ویدیو قراره که یک اتاق افترت رو به بفترت تبدیل کنیم، یعنی قبل و بعدش رو با هم بریم ببینیم که یک اتاق خراب یا انباری رو قرار تبدیل کنه به یک جایی که خیلی زیبا و یک اتاق گیمینگ خفنه. بریم با هم مراحلش رو ببینیم که همون آقایی که واگن رو تو ویدیو قبل ساخته بود که ویدیوشو گذاشتم میتونید ببینید، اون اومده اینجا رو تبدیل به اینجا کرده، یعنی خرابه رو به اتاق گیمینگ تبدیل. ویدیو رو لایک کنید، چنل رو سابسکرایب کنید، یه کامنت هم بذارید که انرژی میدید. اگه از اینجور ویدیو دوست داشتید حتما بگید و زنگوله چنل رو بذارید جو آل که هر وقت من ویدیو گذاشتم بتونید بیاید ببینید. بریم سراغ ویدیو. اینجا همون مکانیه که قراره به گیمینگ تبدیل کنه. بریم با هم ببینیم مثلا اونجا رو میخواد به این تبدیل کنه. خیلی خیلی اصلا تغییر شده. فکر کنید اینجاست، این خراب است. اینم زنشه بکنم که اینجا میاد فکر کنم ویدیو ایناشو چیز میکنه، ولی حالا میخواد اینجا رو به گیمینگ تبدیل کنه. فکر کنم اتاق زنشه. خب اینجا رو کلا خالی میکنه. چقدرم لباس داشت، انگار لباس فروشیه. زنا ولی بیشتر اینجوری چی میکنه. نقشه اتاقش اینه که میخواد بگه که چجوری باید انجام بده. اینا رو میکنه که یه جور قفسه‌های یه جور تخت شاسی خوبی بذارم. میگه دیگه، خودش میگه. دیوار رو اتاق به یه جور میخواد یه جور اتاق مخفی طور مانندم درست کنه. خب بعد اتاق لباس رو با اتاقی که گیمینگ باشه اونجا رو با هم جدا کرده. بگه ببین اینجا یه در کوچیک هم گذاشته که واسه چیز. و حالا میاد تختاش اینا رو ببره که با هم دیگه ببینیم. ویدیو رو لایک کنید، کامنت هم بذارید، حتما انرژی میدید. خب این اتاق اینجا نصف کرد. اون برو میکنه لباس، این برو میکنه اتاق گیمینگ. خلاقیت باید خرج بدی در ساخت اتاق گیمینگ. خلاقیت مهم در این چیزه. خلاقیت نداشته باشی به درد نمیخوره. فهمیدی؟ لایک کن، لایک کن جان من، لایک کن، سابسکرایب کن. خب یه سقف بالاییش هم گوشنی تخته میکنه. خیلی قشنگ، خیلی زیبا. خلاقیت عالی داره. به چیز میذاره، چند تا سوراخ هم میذاره که اون سوراخ برای اینکه چراغو اونجا وصل کنه، نصب کنه. خب بتونه میزنه به اون جایی که سوراخ مونه داشت. خب حالا قراره یه روکش سفیدی بزنه اونجا که کاملا جدا بشه. بعد یه دری درست میکنه اونجا، یه مقوطوری الان داره میزنه اینجا که یه اتاق مخفی طور درست کنه که خیلی خفن در میاد. ببینید از زیر لباسو بیای برید تو اتاق، اصلا این شکل قشنگ. چقدر قشنگ میشه خدایی. ولی کوچیک نیست، خیلی دیگه کوچیکه. ولی نه دیگه اونور یه جوری خلاقیت به خرج بدی میتونی از اتاق کوچیکم یه چیز خفن در بیاری. خسته شده. خب رنگامیزی های دور پایش رو انجام میده، بتونه ها رو زده، اندازه گیری ها رو انجام میده، سنبوده کاری و اینا رو همه اینا رو دارن انجام میده. با هم ببینید دیگه، اصلا لازم توضیح نیست. اشمام چه دری درست کرد. واو. چیز عالی. اگه تا اینجای ویدیو رو دیدید و خوشتون اومده لطفا دکمه لایک رو بزنید و چنل رو سابسکرایب کنید که به من خیلی انرژی میده. ممنونم. قفسه ها رو ببینید چی ساخت. عجب قفسه هایی ساخت.
من چند روز تو فکرم اینه واسه این اتاق که قفسه‌های مفصلی بسازم واسه لباس و جای وسیله ها، ولی فعلا اینا رو تونستم بسازم. اگه نگاه کنید اونا رو ساختم. اینجور تخت شاسی ساختم که با تخت مخته و اینجور چیزا ساختم و خیلی خفن شده. خیلی کوچیکه جاش، پشما. اوه از اون میزای اصلا عالی ترین میزه، ارتفاع رو بالا پایین میکنه، اصلا خیلی میزونه. فیلیکس گفت چی گفت اسمشو؟ واو اون خیلی میز خوبیه، نگاه کنید. هم وزن زیاده تحمل میکنه، هم اگه بخوای میتونی ارتفاعشو ببری بالا، هم میتونی بیاری پایین. اصلا تنظیم ارتفاع داره. خب این صندلی هم خیلی خوبه واسه گودی کمرتو چیز کنه، خیلی عالیه. رنگ آمیزی رو انجام میده قشنگ ترتمیز در بیاد. یه LED دور تا دورم میزنه که LED یه جور ظاهر کلی اتاق بیشتر میده. نما کنین الان مثلا یه ذره ظاهر کلی اتاق یکم خیلی زیبا شد، ولی بهترتر هم میکنه، بهتر عالی ترش میکنه. دیدن این ویدیو باعث میشه که آدم خلاقیت پیدا کنه که توی اتاق خودش بتونه یه جوری اتاقش زیبا کنه و بتونه مثلا خب اگه تولید محتوا میخواد بکنه، از این ایده میشه برداشت. از این الان میشه خیلی ایده ها برداشت و آموزش گرفت که چجوری بتونه یه اتاق گیمینگ خفن بسازه. خب این باید سیم فکر کنم، سیم برقی چیزو بکشون بر. نیاز به ابزار و اینا هم هست، مثلا اگه بخوای خیلی حرفه‌ای درست کنی ابزار رو برقرار داشته باشی، پول داشته باشی. یعنی برق هم اونجا کشیده برده اینجا اصلا، ولی اوف شما خیلی خوب، اصلا خلاقیت خوبیه. کوچکترین اتاق گیمینگی دیدم. این هم از اون پنل خورشیدی، از اونجور پنل هاست. من زیاد در چیز نمیکنم، نمیدونم یعنی چی، ولی پنل الیدیتوره. ولی نه احساس میکنم میخواد خودش بسازه. اوه بذار ببینیم چیکار میکنه. اتاق سیاه میکنه بک‌گراند. واو میگم ایده میتونی برداری اینجوری، خیلی خوبه. واسه اتاقم یه جا همچین چیزی بسازم. یه جور فومو میگیری به اون حالت، اصلا خیلی خیلی خوب میشه. من یه طرف اتاقم حتما این کار انجام میدم واسش. ببین چقدر خفن شد. واو وای 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 از یه اتاق کوچیک ببین چی داره میسازه، پشمام. واو دریچه‌شون درست کرد. واو وای سر. The next step in the process was to install our new standing desk sent to us by FlexiSpot. This desk goes from 25 inches all the way up. وسایلای میز آورد و میز گذاشت اونجا. نمیدونم چجوری جا میشه آخه، کوچیک میشه ولی خفن ها، خفن. وزنم تحمل اصلا میز اینان پول باشه اینجوری میز بخری. 2 نفر به زور جا میشه اونجا. یا بله پس تنظیم ارتفاع داره خوبه. مدل به مدل هم داره، هر مدلی که بخوای داره. حالا یکم ساده مدلش گرفته ولی مثلا هر مدلشو بخوای داره. PCS نمیدونم چیه اینجور چیز نوشتهش اینجا. پس تلویزیونو به جای مانیتور تلویزیون آورده بذار اونجا، خیلی قشنگ.
اصلا یه دیدی هم میاره از اون دیداری که فکر کنم رنگ تلویزیون هم میندازن پشت چیز. خیلی خوب. خب صندلیشو میخواد آرمانو بیاره اینجا ستاپ کنه. از اون صندلیای گیمینگ بسیار خفن. اوف RGB داره پشما. واو واو واو. ببین چی ساخته. Remember at the beginning of the video when I said we were going to well, we're also going to make the whole thing an accent wall. This will allow us to put trim up to cover the خلاقیت نمیشه بیاد واسه ما هم درست کنه یه اینجور چیز. وای جوری میسازه که اصلا معلوم نباشه اینجا اتاق گیمینگه. فکر کن یه لباس یه جایی که لباسی نمیذاری ولی پایینش که میای لباسا رو میزنی که یه در ورود میکنی میرسی به بهش. یه جایی که اصلا خیلی نگم برات. وای وای این چقدر هم لباس دارن. خیلی یه لباسو یکی یکی دوباره تمیز میاره میچینه اونجا و حالت مزنش میخواد بیاره بگه اینجا ببین چی شد. وای وای. اتاق مخفی گیمینگ بسیار بسیار خفن. واو واو. ای کاش منم یه همه چین اتاقی داشتم. ببین تو اینجا فقط حال میده گیم بزنی و تولید محتوای خیلی توپ داشته باشی. سیستمای خفن داشته باشی بتونی. پشمام وای خدایا. پس شما هم میتونید با یه اتاق کوچیک یه چیز خوب در بیارید ولی نیاز به هزینه که الان دیگه تو این دور زمانه فکر نکنم کسی داشته باشه و یکم خلاقیت لازمه. البته با کمترین چیزا میشه ساخت. منم الان اونو با هیچ چیزی ساختم. اون تخت شاسی که اونجا میبینید و هیچ هزینه ای نذاشتم. تخت دار برداشتم بریدم و برام چسبوندم یه جوری چیز کردمش اونجا گذاشتم. پیسی میسی هاشو میگه که فلان مثلا چیه. صندلی RGB داره خیلی خفنش و قابلیت تنظیم ارتفاعی که من از این خیلی خوشم اومد. خداست اصلا یه جوری عالی خفن. اون وقتی که پشت انجام داده اصلا دیگه میزون اصلا اتاق اصلا دیوانه بار. اتاق گیمینگ داشته باش تو خدایی. خانومش اومد تو خانومش سورپرایز کرد. الان خانومش پشماش ریخته. خدایی اصلا خیلی خفنه. خوشحاله. واو. تنظیم ارتفاع و اینکه میتونی وایستاده ایستاده ویدیو ضبط کنی و بازی اصلا چی بگم برات. واو. از این افتردش به بفتردش تبدیل شد. افترد بفترد. یه همچین اتاقی رو برای شما هم آرزو میکنم. دوستان ممنون که ویدیو رو تا آخرش نگاه کردید. امیدوارم از ویدیو خوشتون اومده باشه. ویدیو رو لایک کنید، چنل رو سابسکرایب کنید، زنگوله بزنید رو آل. هر موقع من ویدیو گذاشتم بتونید ویدیو رو ببینید. کامنت حتما بذارید اونم انگلیسی انرژی میدید. دکمه سابسکرایب هم بزنید که چنل پیشرفت کنه و بتونیم ویدیوهای خفن تری برای شما بسازیم. پس مطل نکنید تا ویدیو بعدی. خدا نگهدار.